المپی تاجیکستان خبر داد که دو عضو دسته منتخب تاجیکستان اوید به شناوری انستاسیا دیورینا و عالمجان ایشانوف نیز برای اشتراک در بازی‌های المپی توکیو 2020 راحت گرفتند. دیورینا و ایشانوف توسط سهمیه عمومی فدراسیون بین المللی شناوری امکان اشتراک در بازی‌های المپی در سبقت شناوری با طرز آزاد به مسافه 50 متر را پیدا کردند. طبق مقررات فدراسیون بین المللی شناوری به کمیته ملی المپی که ورزشگران درجه های A و B میان مردان و زنان ندارند اجازه داده می شود که در یکی از مسابقه های ورزشی بهترین ورزشگری مرد و زن را پیشنهاد نمایند. طبق رده‌بندی فدراسیون بین المللی شناوری از تاجیکستان میان بانوان انستاسیا دیورینا با 492 خود و میان مردها عالمجان ایشانوف با 336 خود موقع بالاترین را داشتند. هر دو همچنین در چمپیونات جهان اوید به ورزش‌های آبی که سال 2019 در کره دایر شد اشتراک داشتند. اشتراک در این چمپیونات یک شرط دیگر برای به دست آوردن سهمیه یونیورسالی از فدراسیون بین المللی شناوری بود. انستاسیا دیورینا و عالمجان ایشانوف سال 2016 در بازی‌های المپی ریو دی ژانیرو نیز شرکت کرده بودند. انستاسیا دیورینا همچنین اشتراکچی سیوم بازی‌های المپی نورسان می باشد که سال 2018 در بوینس آیرس دایر شده بود. همین طریق هیئت المپی تاجیکستان به 10 نفر رسید. بهادر عثمانوف، شعباس نعمت‌اللهیف هر دو در رشته بوکس، گلسنبی شریفووا، الدار احمدیف ورزش سبک، سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامرانشاه استوپیریان، تیمور رئیموف گشتینی دیزودو و انستاسیا دیورینا و عالمجان ایشانوف شناوری بازی‌های المپی توکیو 2020 با تأخیر یک ساله از 23 ایول تا 8 آگوست سال 2021 برگزار می شوند. سال گذشته این المپیاد به دلیل پاندمی کرونا ویروس دایر نشد. سال 2016 در ریو دی ژانیرو تیم المپی تاجیکستان با شرافت پیروزی گوزنداز دلشاد نظروف یک نشان طلا به دست آورد، ولی دلشاد نظروف در پی یک ماجرای دوپینگ حق اشتراک در المپیاد توکیو را از دست داد. خود ورزشگر مطمئن است که قربانی بازی‌های پس پردگی شده است، ولی نتوانست در دادگاه ورزشی در شویتزاریا حق بودن خود را اثبات کند.